بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، موضوع امروزه درباره یکی از گناهان یا می شود گفت یکی از داغ‌هایی که در بین امت رایج گشته است خواهیم پرداخت. این هم باشد یک موضوع است که یک خواهر کمی پیشتر در یک مقاله نوشته بود که بر یک خیابانی می گذاشتم، یکی از جایهایی که مسلمان نشینند، در آنجا می گذاشتم. می گوید تقریبا در اون منطقه 10 دکان از کاشانه حسن دیدم که در آن خواهران می نشستند و نفر 2 ساعت و 3 ساعت، نفر بیشتر و کمتر با آرایش خود دوام می دادند. و این عمل برای من میگوید خیلی تعجب آور بود که چگونه میتواند یک خواهر مسلمان ساعتهای عمر خود را در آرایش و در دگرگون کردن جسم خود پرداخت کند. و همین منظره بسیار هم منظره گویم که از اخلاق مسلمان بیرونتر است، زیرا که ما ببینیم که الله مهربان من و شما را برای چی خلق کرده است. الله مهربان میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما نآفریدیم جنها و انسانها را مگر این که ما را عبادت کنند، برای عبادت آفریده شده هستند. و هر یک مسلمان باید هدف خود را بداند که به چه خاطر آفریده شده است و زیبنده است برای هر یک خواهر مسلمان که حیات خود را، وقت خود را در بالای حیای خود، در علم، در دانش صرف کند. و ببینیم که گذشتگان ما همه آبروی داشتند، همه حتی کتاب ها نوشته شده است. ببینیم از حیات مادرمان حضرت عایشه که حدیث های زیادی را از پیامبر رحمت روایت کردند و نام خود را در تاریخ گذاشتند. و دیگر از مادران ما، از همسران صحابه و تابعین و گذشتگان که با عفت و حیای خود برای این عالم، برای بشریت هزاران جوانمرد را تقدیم کردند. و نصیحت ما با هر یک خواهر این است که در این ساعت‌هایی که بسیار حساس قرار داریم، اون کاشانه حسن است که ساعت‌های وقتی ما را میگیرد و بعضی ها را رخساره‌شان را دیگر میکنن یا موی‌هایشان را کوتاه میکنن. به قول یکی از علما که این کوتاه کردن موی‌ها نیست، بلکه کوتاه کردن عقیده مسلمان است، بلکه کوتاه کردن ایمان مسلمان است که ساعت‌های عمر اونجا میرود و خود را دگرگون می‌سازند. و این همه چی برای کی است نامعلوم است که از آنجا بیرون شود، برای دیگران جلب کننده شود. و هر یک خواهر مسلمان خواهش کرده می شود و این پیام خدا و پیامبر است که هر یک خواهر باید از عفت و حیای خود کار بگیرد. و اگر کسانی که ما را میشنوند از الله مهربان بترسند، از این عمل زشت دست بکشند، بلکه حیات خود را در آموختن علم، در حیا، در حفظ قرآن، در کارهایی که برای این دنیا و آخرت فایده آور است حیات خود را سپری کنند. و مصیبت دیگری که دیده می شود برای جوان هاست که زیادی از جوان ها در بیرون از کشور و حتی بعضا در کشور هم دیده می شود، وقتی که سرتراشخانه می روند در بعضی جاها که کمیاب است مردها سرتراشی کنند، بلکه اونجا زنها هستند. و ما خود شاهد بودیم نفران زیادی که می رفتند جایهایی که زنها هستند، اونجا موهای خود را در نزد آنها کوتاه می کردند. دوستان گرامی قدر، حالا ببینیم که الله مهربان جل جلاله می فرماید ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبیلا. این آیت کریمه الله مهربان با ما امر میکند به بنده ها که به زنا نزدیکی نکنید. همین نزدیک شدن زنا همه این داخل می شود. هر یک رابطه که انسان به زنا نزدیک میکند در این آیت، از این آیت فهمیده می شود که حرام است. چی نگریستن به نگاه شهوت به سوی زنها، چی سخنهایی که انسان را به سوی زنا و شهوت میبرد، و چی خندیدن و سخنهایی که در آن سخنهای بیهوده است، همه اینها داخل می شوند به زنا. و خاصتا وقتی که مردها می روند نزد زنهای بیگانه می نشینند و موهای خود را کوتاه می نهند، یکی این که اون زنها در اطراف این مرد گرد می گردند که در چشم مرد می افتد. دوم این که دست آنها
در وجود جسم انسان میرسد، همه اینها تحت همین آیت کریمه داخل میشوند که خداوند این عمل را حرام کرده و هر یک جوان از این بپرهیزد که به خاطر یک لحظه دنیا شده رفته مویهای خود را در نزد زنهای بیگانه و حتی زنهایی که اونها نه حجاب دارند، حتی بعضا غیر مسلمان ها هستند، همین عمل است که حرام است و خواهش کرده میشد از هر یک برادر که از این عمل دست بکشند. و ببینیم آیت های دیگری که خداوند مهربان از این عمل ما را منع میسازد و الله مهربان میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. شو بر مؤمن های محمد بگو بر مؤمنان که وقتا حرامی را میبینند رخساره خود را باز بدارند و این چنین امر است به زنها که وقتا که نامحرمی را میبینند، حرامی را که دیدن، باید که رخساره خود را از این حرام بر بگردانند. ببینیم که وقتا خداوند ما را حرام را تنها بر یک دیدن امر میکند که رخساره خود را بر بگردانیم، کجا رسد؟ به اون نفری که رفته ساعت ها میشیند یا که 10 دقیقه است 15 دقیقه است نزد یک زن نامحرم و موی سر خود کوتاه میکند. و این چنین مصیبت بزرگتر این که بعضی از خواهران نزد مردها میروند و خود را آرایش میتیند که این 100% در حرام داخل می شود و هر یک من و شما باید از این عمل زشت دست بکشیم و اگر نفری رو که میشناسیم در چنین گناه واقع شده است باید او را باز بداریم تا اینکه از ایمان و از دین ما، از اخلاق ما کم نشود و الله مهربان برای هر یک من و شما توفیق بندگی عطا بفرماید تا از این حرام کرده خدا خود را دور بسازیم. والحمد لله رب العالمین.